اوتم زیوی سلیمان های کارچی بود در جدون کلان شده و شهر اورالسک بردن چه عسکری و همونجا زنگ گرفته اوچم اوکراین که بود آنیا نام داشت چم خودش بلند سرش زرد چشماش کبود مثلا اوتم رفتم اوتم خیلی سوزناک بود چیز چشماش سیاه بود اوتم دو دختر بودیم دو بچه سال 1956 در شهر اورالسک تولد شدم معلومات میانه ما در شهر اورالسک صنف 8 تمام کردم و چند медучилище برده سپوریده ما ترسیدم ای خون دیگه نکردم با کتی دگانم چیز برده ما شوینه فابریکه اوچینیک استودیم 6 ماه برگدوزی یاد گرفتیم جای ما خنه که بعد بود زمستانای دراز یه روز دگانم گفته که بیا تاجیکستان یا خیش دارم دختری خیش دارم کتی شوش آمده بوده ای اسکری بردش بیا بریم تاجیکستان میگن گرمه بیا تماشا کنیم و ما پاییز کتی آمدیم 4 روز در راه جای ما 4 روز تماشا کرده آمدیم خیلی فرو آمدیم زمستانم که بود گرم بود برف نداشت ما دیگه حیران شدیم با پیش آمدیم که دگانم 2 استیلا در دست ما دختری خبرگیری آمدیم 2 استیل در دست او آمده است یکی موردی استیلا رو فریده که با چوکمون کرد شوش رستم نام داشت خودش قلمزه نام دارم خانه هم آمده بودیم آدمای خوب بوده مهمان دوست اوقاتای تاجیکی خیلی آوردن پیش ما نمیتونستیم خورده با یاد گرفتیم آشتوب کردن اور بیرون کردن ما میگفتیم این چایی نمیگفتن که چیزه اوقاتای بلازت خوردیم جای گرمی خشرو آدمای خشرو مور خوب آدمای مور خوب چی کردن استرچت کردن در نزد فرما قبوری آب نوشی بود در همونش دخترهای بسیار آب میگرفتند و من فهمیدم که این دختر از شهر اورالسک آمده است به مهمانی گلمزه دگانمون کار میکرد در فرما با میرفتیم اونجا چیزای خیلی گوجشی و اول نمیتونستیم میرفتیم تماشا میکردیم و یه روز فرما آمدیم که حاجی در کجی را بوده ما خواهیم که روزای ما سلام داد ما سلام گرفتیم و دیوشکی وعد کوده اما خندیدیم تمام اومدیم با خیلی اوستا می اومد پیش ما خیلی باش شناس شدیم همگپ شدیم هم یک چند مراتبه واخوری کرده مقصد از اون شد که ما باید عائله برپا کنیم وقتی من این دختر رو به خونمون آوردم تو چشم را دید گفتن که مایلش بیا بگی این رنگ تاجیکه گفتن کو ایرس نیست کی گفت که نه ایرس هم صحبت شدن که زبان تاجیکی رو نمیدوند خیلی بروزگی پدرم با ما رو با ریزا شدن عائله برپا کردیم آوردن نیکومو کردن 20 ینور ما ایره گرفتم با اوتم موی اپریل ده اومد خبرگیری مورا خیلی جور دید تماشا کرد فوری گفته که چیزه های جای شروع بوده شما مقبول شد با عدیر بردن شورت چهارمخ چیندن بعد فهمیدیم بروز دخترش بردن اومده بوده که دختر من میبرم خیلی وقت دید ما صحبت کردیم مهمونداریش کردیم یک هفته خونی مود ایسود نه بعد ریزا شد دخترش گفت بچم خیلی آدمای خوب بودن ملت خوب بوده گفته زندگی کن بعد ریزا کشید داده با هر یک سال پس می اومد و تم یک سال پس ما نمی رفتیم خبرگیریش شما خوار ما می اومد دگونه داشتم در رسیه او هم می اومد مشکلی بود بین عائله‌ام و بین پدر و مادرم و بیبیم این زبان تاجیکی رو که نمیدونست و یا زبان روسی رو نمیدونستن
بعد همین بازار بی همین خیلی توجیکی عادی بگیم بازار بی اشاره همون ستیلار مامام در دستش میداد که از قبری آب نوشی آب آوردن در کرد کمپی دیگه روسی رو نمیدونست آخه با هم فقط یک چیزی میدونست وعده میگفت ستیلار رو در دست میداد این رفته آب می آورد. اول روسی گاو میزدم بعد یا سال پس یاد گرفتم با تاجیکی گاو میزدیم که خسر خشتمانم بود یورم بود زن یورم بود خد رحمتی خشتمان و کرته زور داد نمول داد ما پوشیدم بعد دیگه هم تا برفت من شوکوی تاجیکی پوشیدم. گفته بودم که به همین رسم و رسوم تاجیک ها احترام کردن در کار، رعایت کردن در کار، این به ریزاگی داد با مادرم نصیحت داده به لباسای تاجیکی اینو دختران پوشوندن شد تا هم وقت لباس تاجیکی رو احترام میکند. باید رفتیم در اونجا صورتگیر وقتا در یک جا بود جای دکان صورتگیری خیلی خواستیم با هم صورت بگیریم. وقتی در اومدیم با همون شیشتیم در اون جای صورتگیری همون مرده که همون بچه صورتگیر وای اوهلی ما که تاجیک مونم بود ما حقیقتا در بچگیم موی سرم زرد بود ما رو اومد پدرم موی سرش زرد بود خیلی موی سرم زرد بود. بعد این همون صورتگیر با اوهلی ما به تاجیکی گاو زد که نزدیکتر شینیده با من روسی گاو زد. بعد من خندیدم گفتم ای برادر گفتم تو با روس تاجیکی گاو زدی با تاجیک روسی گاو زدی. همین دیگه خندهش گرفت بخشش پرسید که اکم میبخشی خیلی من شما رو خیلی روس کردم. من گفتم اولی من خیلی گر شنیده تاجیک مانند باشه روس هست گفتم من تاجیک موقع همون صورتگیر چند دی مرتبه که من در کجا میدید و سلام میکرد با بخشش میپرسید که من امروز شما رو ممکن رنجوندم که میگفتم نه رنجش نیست. کتی خشتمان ما ایستاده بودم خیلی کروی اوری یاردم میکردم میگفتم که بتم خمیر ببندم خمیر کنم بتم دوغ بکشم نیکی دوغ کشی نمیموند چخدیگ میشکنی گفته اما اشتپر ناز نمیدیدم و یه روز یا همسایه من فیرود کرد بیا بریم اشتپر بخریم با گفتم که این من نمیخرم بیا با چیزا با میخری با یکی شتم جرقات انداختیم خوردیم بخشو مقبولم شید با موجب بخدم یاد گرفتم اشتپر کنی را شکرو میخریم شکرو هم دوست میدارم اوش پلاو میکردم فاتیر ماسکا کورتو میکنم و همش میکنیم خمیر کنی نوباندی گلدوزی همش یاد گرفتم. هنرهای ملی را هم با همین دخترای همسایه‌مون با زنای همسایه‌مون شیشته دوزندگی را هم یاد گرفت نونی تنک مهدی را هم یاد گرفت در بسیار همین کارا همسایه اومده میبردن با اینا بسیار هم میدیدم که زنکا دخترها پیش می اومدن که درس دوزی کردن در کار همین کارا را میپرسیدن. با من البته خرسند میشیدم که چنین هنر رو از خود کرده است. 5 بچه دارم 3 دخترم شو داره بچه‌م 2 تاش معلومات عالی دارد 1 تاش اینستیتوت تربیت جسمانی تمام کرده است 1 تاش اینستیتوت پلی‌تکنیکی تمام کرده است. ام کنجگیم به زن حاضر اکادمی ملیسگی میخونه 3م کورس. همیشه تربیت میکنیم من خودم هم همسرم که بچه‌م در کجا که کار میکنید با مهنت حلال باشید و تندرست باشید نسبت کلاسالان همیشه با حرمت باشید که همیشه هم آبروی شما باشد هم آبروی ما باشد. فرزندای به تربیت داره فرزنداش فرزندای خوبن دخترکوش شو دادین بچه ها را آیله دار کرده خیلی مرخ شروع قبول کردن خسر خشتامانم آدمای خوب بودن همیشه در دهانشون نادیا جون گفت فیرود میکردن همین گپشون همین بود کلمه نمیگفتن نادیا جون گفت فیرود میکردن با خودم میگفتم همین نقصش میبینن که همین خیلی نامقتی فیرودش میکنن آخه نه که در اصل وقتی بیمار شدن خیلی گذاشتن خدمتاشون بسیار کرد من دیدم همیشه دعای نیک در حقش میکرد. همه همسایه معامله خوب داره نمیگوی که رفتاش مثال ایرسیه میزنک چی بدونه نقد زایده قتی همسایه قتی همه یگه نه برای چی حاجت خونش بیایی کارتا بود میکنه فعلش خوبه. تاجیکستان دیگه وطنم شده ای خانمون میرم زیر میشم
میگن که در 10 روز میستم و میگم همینجا بگردم در بیام گودکور یاد میکنم، تاجیکستان یاد میکنم. تاجیکستان دیگه وطن مای. بگیم که وطن یکم تاجیکستان حساب میکنه، ایران خطا نمیکنیم. ایبروی میگه که من در همین خاک زمین خدای تعالی صاحب 8 فرزند کرده، خیلی صاحب احترام مردم تاجیکستان شدم. نه که با وجودی هم هر وقتی که خونهشون میریم در همون بالای شهرشون که سمالیات پرواز میکنه با ششتن پس میاد، نگاه میکنم گیران میشه او دیدش میره. نه که نسبت مردمی ما، نسبت مردمی تاجیکستان این خاک زمین احترام بلند داره، خرسندی میکنه که در چنین بین مردم از زندگی دارم، چنین فرزندا دارم. چند کشید نرفتم این نمیفرم نگم چیه ده برم دیگه این تاجیکستان وطن میشه دای گودکم همی جای دیگه ما یه ریشه چه درخت شدم ریشه ما از گودکوه. من این روز از این اویلم خرسند هستم و میندارگی میکنم که فرزندای خوب تربیت داده است. در گرچنده که من کم اشتراک میکردم در تربیت فرزندانم، این روز فرزندای خوب به من داده است. نسبت من با احترام میباشد. وقتی که من بیمار شدم، یک 3 ماه یا 4 ماه بیمار شده خور رفتم، رگای پام کمتر همید با روسی بگیم ترومب شدک، خیلی بیماری سخت شدم. نه که مرا خرسندم که فرزندام او ایلم مثال نقض نگاه بینم کردن. همین شیرینی حیات همینه. شیرینی حیات در روز بیماری هم دیگری نگاه بین کردن در کار، در روز کمبودی هم طاقت کردن در کار، در روز بود بودنم طاقت کردن در کار. همینا رو من نگاه میکنم. فرزندام هم او ایلم هم کوشش میکنن که همین خو اگر اون کمبودی هم باشه اتمزیق نکنیم. من در حقشون دعاگو، در حق همسرم، در حق فرزندام که البته عمر درازی با برکت ببینن، همیشه خیلی اون کمبودی رو نبینن. تنی بهترین نعمت خدای تعالی تنی صحت همیشه نصیبشون کنه. آرزو دارم در آینده که فرزندای ما فرزندای خوب شوند، مهنت دوست شوند، وطن دوست شوند، مهنت حلال قتینون بیاون بخرن. ما زندگی که کتی مردکم 45 سال زندگی کردیم. ما ریزوی مرد که خوبه خشتمان ما خسر ما شدموی خوب بود. بچه من بچه خوبه، دختروی خوبه. همشون مر حرمت میکنن، دوست میدارن. 21 نویره دارم، ولی عبیره نشته نویره اندشونه دادم ولی